دخترم در را بینو خیر. خوش آمدی. خوش باشید. خوش آمدی امری جون. خوش باشید. این رو گیرید. بچه جون چرا زحمت کشیدی؟ هیچ گم نی. مرحمت. گذشته شین. مادرت چخیلن؟ شکر خدا خوبن. سلام گفتن. سلامت باشن. من به آشخانه رفته چای بیارم. زحمت نکشید خاله جون. چی زحمت؟ نمکک دم کرده بودم. همراه چای می نوشیم. هوا خیلی سلقین شده است. چه خیل هستی؟ بشرا، با تو یک چیز میگویم لیکن تو از من چرا گفته نپرسو مالش؟ و شناساییمون چند سال شد؟ 2 سال. 2 سال و 15 روز. و 8 ماه از که فوتیه شده ایم. همینطور که گفتم باز چرا گفته نپرس. با اجازت تو. الکی می روی؟ مرا ببخشید. حقتون را حلال کنید. آنا تاکسی آمد. تاکسی. ایستا پلیس! ایستا!
بشنو. انا لیموی قندبری، لیموی اصلبری، لیمو خرید. بر پدرت لعنت، لیموهایم به پایت شکر. هیچ نگویم. نازان، هیچ چیز رو شنیدن نمیخواهم. نازان، هیچ چیز رو بس. نازان. مجبورم جزدانش را کشایم. شاید شخصیتش معلوم شود. امره چندن؟ از پسی جزدان ندویدنش معلوم شد. این از اونی توست. میپوشی یا نمیپوشی، اما از اونی توست. بشرا، برای چی گفته از تو نمیپرسم. اما نفهمیده ایستادم. ببخشید جناب امره. بله منم. کمیسر کلان یگید گندوزلی از اموری تقویت. مینت دارم. شما دیروز جزدانتان را. تشکر. چی خیلی افتید؟ شفا یا به جناب امره. الله شفا دهد. برای فهمیدن شخصیتتان مجبور شدم که جزدانتان را کشایم. نخواست چشمانم به تشخیص طبی افتاد. خدا شفا دهد. سلامت باشید. چی خیلی تشخیص طبی؟ چی ها گفت؟ در این خصوص با تو گفتن نمیخواستم، اما تقدیر چنین بوده است. از این میبراید که دانستن تو حتمی است. من سرطان شده‌ام بشرا. یک چند روز پیش از به اینجا آمدنم فهمیدم. یعنی چی خیل؟ سرطان گلو شده‌ام بشرا. گوش کن. تو صحتمند و جوان هستی. دیده و دانسته حیاتت رو سوزانده نمیتوانستم. مرا چی انتظار است حتی دکتران نیز نمیدانند. 6 ماه عمر مانده است یا که 6 سال خدا میداند. در این حالت با تو چه خیل توی شوم بشرا؟ تو رو بسیار دوست داشتنم رو میدونی.
تو رو به خاطر دوست داشتنم رد میکنم. با یگان کسی صحتمند توی شدن درست‌تر میشود. انا برای همین هم گیر این راه. امره حالا هم مرا نشناختی. نه خود فکر کردی که تو رو در همین حالت پرتافته می روم. در استرالیا خونده می توانستم اما نرفتم. سببش تو بودی. من با تویم. چیزی که رخ ندهد. بگیر. با انگشتت گذران. بشرا این را کرده نمیتوانم. فهم مرا. اگر تو گذرانیدن نخواهیم من انگشترینم رو نمیبرورم. آگوست کانت میگوید که هنگام حکمران بودن بی سر و سامانی در جامعه یگانه راه حل در پوزیتیویسم می باشد. عقیده اسرار وجود کائنات، بله زیرش خط کشیده میگویم، مقصدی بزرگ و مطلق ندارد. فهمیدید بچه ها؟ فهمیدم. یعنی خیلی که بعضی عقیده های دینی پیش می آرد، اشیایی در کائنات بوده، بله اشیایی در کائنات بوده مقصدهای اسرارانگیز، سببهای پیدایش یا خیلی که میگویند یگان حکمت بزرگ ندارد. این دیوس ابست. از بینتون یگان کس معنای این را میداند؟ معلوم که نه. معنایش خدا نیست. استاد ببخشید، این دیوس ابست سخن بی‌معنی است؟ چرا بی‌معنا؟ ببینید، این سخنی است که به کشمکش هایی که روزهای آخر در روزنامه ها چاپ می شود خاتمه می دهد. بله، اینجا خدا نیست. اینجا یعنی در صنف، در این دانشگاه. چرا؟ زیرا در اینجا دانش می آموزند. اینجا دانش است. خیلی که آگوست کانت نیز می گوید چیزی که حساب و سنجش کرده نمی شود بوده نمی تواند. استاد اینجا زندان است مگر؟ نفهمیدم؟ سخنی رو که به تخته صنف نوشته در دیوارهای زندانی که ولیهای سنجان به معنای شکنجه میدانند نوشته شده بود. هنگام شکنجه های دهشت‌آور این ولیهای مغرور و سادیست، عذاب کشندگان از خدا مدد و رحمت انتظار نشوند گفته آنها مسخره‌آمیزانه به دیوار همین سخنها رو نوشته بودند. اگر حالا ما نیز چنین گوییم به همان عصر میانگی بر نمیگردیم مگر؟ بله، اما مقصدی ما دیگر است. دانش. به هر حال استاد، عقیده های کامته رو که پیش آوردید یک عقیده فیلسوفانه می باشد. این گونه عقیده ها عقیده رسمی یک دانشگاه شده نمی تواند. چخیلی که هر گونه فکر و عقیده های به میان آمده باعث بحث می شوند. حقوق هر یک انسان به مثل به اخلاقی سفسطه است. آگوست کانت. آب از آتش نمی ترسد. والتر؟ مولانا. فهمم. بچه ها تا پنجشنبه آینده ایدیل تو با حجره من بیا.
ساکسونیا کبوترک خط بیارک نباشد؟ ندونستی. چی نویگری؟ تو رو انتظار بودم. خوبی؟ من مرو نتیجه های امریج خیلی برآمد. تنها تلفنی گپ زده میتوانیم. از گفته هایش نتیجه ها نسبتا خوبتر برآمدن. انشاءالله خوب می شود. من به این باوری دارم. از خوشبینی های تو حیرانم. تو چی خیلی که غمگین می نمایی؟ چیزی نیست. درسی آخرون کمی طول کشید. این چیست؟ این از من به تو هدیه. دوگانه جان، تجهیزات تو کمی کهنه شده است. بنابراین من این رو به تو گرفتم. بگیر. ایدی چرا آواره شدی؟ چه ها میگویی؟ چه خیلی آواره شوی؟ عیناً همین خیلش رو با پدرم گرفتم. به ایست هر ساعت قید رقمی کرده میتواند. ساعت بر روز قیدی رو نشان میدهد. درس ها رو آموختنت بازم آسان‌تر می شود. ها، خواهی با گوشمانک خواهی بی گوشمانک استفاده بر. تشکر زیاد. تو برایم از دوگانه هم بیشتری. خواهرم برین. خیر، من روم. درس هست. در اومد گپ. به تو هم موفقیت. تشکر. فاتح من، شهزاده من، بچه جانکم، اصلکم. اصلکی دادا، اصلکم. چی شد؟ جانکم. من حاضر دارو میارم. آروم شو، آروم شو. لازم نیست. من گوشتم نمیگیریم. مادر شدم اما خیدگم رو مکنده نمیتوانم چون که شیر ندارم. چه خیلی مادرم من. اینش در دست تو نیست کن. قسمت خدا همین خیل خواسته است. این چیز رو به ما داد، رزقش را هم میدهد. خاطر نشو. تازه کن آب دیدت رو. فاتح همان گریه مادرش را نبیند. کو برایش خنده کن. فاتح من. تشکر زیاد. تشکر. فرانسه زمین‌های در امریکای شمالی داشتش رو بعدی کدام سازشنامه با انگلیس از دست داده بود؟ سازشنامه لندن مگر؟ اینه استو چی بود؟ سازشنامه پاریژ سال 1763. ها درست، سازشنامه پاریژ. خیر، باز جنگ‌های واریسان استرالیا هست. 1700 و چند بود؟ بین سال‌های 740 و 748. درست؟ بله، 1748 طرف ها رو چی؟ یکون کس میدوند؟ استرالیا برای زمین های از دست دادهش رو گرفتن طرفدار میجوست. فرانسه، ساکسونیا باز چی بود؟ استرالیا با فرانسه اتفاق شدن مگر؟ австрия با فرانسه، ساکسونیا، شویتزیا و روسیه اتفاق شدند. پروسیا باشد با انگلیس متحد شد. مقصدش منطقه سیلیزیا رو گرفتن بود. تو بشرا نیستی؟ دوگانه تو کامپیوتری؟ حتی به درس ها در اومده نمیتوانی. از کجا همه این رو میدانی؟ این رو بینم. دیوانه میشوم حاضر. به درس ها نمیدرویم لیکن تیارم. خب تو اجازت نامه امتحان سپاری رو گرفته میتوانی؟ نه، میدونید که به دانشگاه در اومده نمیتوانم. اینطور باشه چی میخوانی؟ من دانشجویم. وظیفه من خواندن و درس ها آماده شدن است. دانشگاه یا معلمان خواهند یا نه، این انتخابی آنهاست. ساعت 12 شده است و دست دختر خیزید به امتحان کم ترک وقت مانده است. جانک پدر، کدک را گیر من در آکشایم. وای جانم، کی اومده باشه؟ مرحمت هنرفه، مرحمت. خوش آمدید. خوش آمدید. ای شین. ماشاءالله.
من میخورم اینقدر کودک بیزیه به من رفته است. وای من شوخی میکنم. چه رخساره زیبا، چه رخساره سور. ای دخترم التماس از دست من گیر وگرنه من او را گزیده میخورم. ماشاءالله. وای این کی میشده باشد؟ حلیم خالهش معقول شدن. پلیس میشود پسر من. الله تعالی فرزند صالح گرداند. کمیسری کلان. تشکر به شما. به شما هم مبارک باشد. خدا خواهد فرزندی به ایمان می شود. آمین. تشکر زیاد. ای دخترم وای هم کودک دارد؟ نه خود چند ساله؟ هنوز نوزاد خیلی خورد است. خدا نگه داردش. خانم ها من باید بروم. حلیمه نجیب سردار یگان چیز نگفته بودن؟ شما رخصت دار نبودید مگر؟ در خانه نشسته نمیتوانم. خب تو رویگی جان ما زنها کارهایی بسیار داریم. خیر شما خوش بمانید. یکی جان این اگر گروس نباشه از سمبوسه های کیراز پخته بگیر در راه میخوری. بیا پا گوشته نیستم. خیر شما خوش بمانید من رفتم. جناب رکتور نجیب سردار اومدن. خیلی خوب بگذار برایم. مرحمت. سلام جناب رکتور. سلام علیکم خوش آمدید. مرحمت بنشینید. چی می نوشید؟ چیزی لازم نیست. آخری خیلی نمی شود. اقلا چای نوشه؟ خیر میلش. با نجیب سردار یک چای، با من یک قهوه ترکی. با شما خوردن خیلی مشکل بوده است. خیلی شده است که ملاقات کردن میخواستم. بله از بسیاری کار. مرحمت نوش جان. مرحمت. کاتب خانم این را از یخدان آورده است به فکرم. حال همینطور گویید؟ وقتهای آخر چای خنک نوشیدن مد شده است. نه لازم نیست نمی نوشم. شما نوش جان کنید. شما میدانید که دانشگاهتان به موضع ایکسی قسم تقویت امنیت داخل کرده شده است. نه خود همینطور. و نزدیکی در دانشگاهتان واقعه های ناخوش رخ داده بودند. به همین هم ما به شما در خصوص احتمالیت رخ دادن چنین واقعه آگاهی داده بودیم. بله در خوابگاه هم میتینگ غیر قانونی برپا نمودند و دو دانشجویمان جزا دادیم و از دانشگاه خارج کردیم. کی بودن همان دانشجویان را فهمیدم میتوانم؟ البته. مرحمت درباره آنها قراری جزا برآمد. همین دانشجویان جزا گرفتن؟ بله برای میتینگ. اصلا ای را شما به من فهمانید. از بی‌سر و سامانی های در دانشگاهتان بوده بیخبر بودنتان مرا به تعجب گذاشت محترم رکتور. لیکن این چه خیل شده است؟ زیرا به شما از امنیت معلومات های لازمه داده می شوند. هنگام پرسش این دو دانشجو معلوماتی در بعضی کلوب های دانشگاه فعالیت های غیر قانونی موجود بودنش را ما گرفتیم و این را به شما نیز خبر داده بودیم. بار دیگر تکرار میکنم خبر دادیم. این مسئله را دیده میبراییم. امیدوارم با شما یگان وقت خالی صحبت میکنیم نجیب سردار. امروز به نهایت بندم. کاتبات و نیهال خانم بسیار آدم خوش صحبت بوده است. هنگام انتظاری امروز خالی بودنتان را به من گفته بود. از همکاری با شما همچون از شخصی با وجدان خرسندم. نه اسمانی. مادامی که مشغولید
وقتتان را نمیگیرم. درا салом падар. دخترم این چی رفتار بود؟ ба рафторам чӣ шудааст? من تو رو همین خیلی تربیه کردم. сар накунед падар. мебахшеду нақли кардагиатон сафсатта. من از نگاه علمی فهماندن میخوام و مرا تنقید میکنند. تنقید کننده کیست؟ دخترم ман хубаш равам. мегуфтагиатон ҳамин буд? نه خانم باز هست. падар мухолифат накунед. ақли танқидкунандаро шумо ба ман ёд додед. ҳоло агар иҷозат бошад рафтанам лозим. имтиҳон дорам. اما عقل تقلید کننده. بشرا جان خوش آمدید استاد. شین شین. ягон чиз менӯшед? قهوه می نوشم. як лаҳза. برایم یک قهوه کم شکر بیارید. به امتحان تیاری؟ تیارم استاد. بعد از 1 ساعت از دیگر رفیقانت امتحان میگیرم. به تو باور میکنم. به رفیقانت سوال ها را نگویی. نه استاد نخواد گویم. به همین هم برای این وقتت نمیرسد. از اینجا که برآمدم از رفیقانت امتحان میگیرم که نگیر 4 سوال دارد. 1 ساعت داری. کتاب و دفترت را از روی میز گیر. میتوانی سر کنی. خوب شده است. آوردی. امروزها این عادت از یاد رفته است. کودکمان که پسر است باید سیبه سرخ بندیم. میدونی حلیمه؟ از عرف و عادت‌ها آنقدر هم دور نشده‌ایم. خدا فرزندت را پیغمبر و انبیا میشناختگی. انسانی به همه آدمان فایده آور، دانا، با عقل، با ایمان و خوش اخلاق کند. آمین. 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 این بسیار شیرین است. البته شیرین است. تا که شیرت هم شیرین شود این تفلک هم شیرین شود. همین خیلی نه؟ چی شد دخترم؟ شیرم نیست. به دکتر رفتیم. باز کمی انتظار شویم گفت. از افتش بعضن به این دچار می شدند. از ناعلاجی به کودکمان شیر صنعی می دهیم. نگوی دخترم. در فکری بد نکن. در بعضی موردها شیر کمی دیرتر می آید. شربت را بنوش. مرحمت استاد. حالا وقت هست خواهی کمی تفتیش کن. نه تفتیش کردم. تشکر. تمام. باز به امتحان دیر نمانید. خیلی نوشتی کو؟ استاد. لبای؟ تشکر زیاد. برای چی؟ برای امتحان؟ بشرا تو به امتحان در آمده نتوانی هم یکی از دانشجویان پیش قدم من هستی. با غیرت هستی. هر روز به این جامعه آیی. این قهوه خانه صنفی تو شده است. درس ها را از رفیقانت التماس کرده در خانه گوش میکنی. دفترهایشان را نسخه برداری میکنی. من از این خیل دانشجوی پرغیرت امتحان نگیرم. از کی گیرم؟ تشکر استاد. باز همینش هم هست که اگر اینقدر علاقه‌ام نمی بودی باز هم از تو امتحان می گرفتم. دانشگاه تو را به امتحان اجازت نمی دهد. مرا کمی بیش می شناسی. به خدا باوری دارم و دیگر چیزی نمی فهمم. لیکن انتخاب آدمان را احترام می کنم. به آزادی نیست. اصلا
تو به بسیار رفیقانت نمونه میشوی بشرا. هرچندی که به درس ها در آمده نتوانی هم نه از ایمانت رو میگردانی و نه درس خانیت رو میپرتایی. من همچون استاد از تو تنها امتحان میگیرم. انا به همین کوشش و ایمانت حیرانم. اصلا تو به من کسی رو به خاطرم میاری. عجیب. کی را استاد؟ خرد بودم 5 یا 6 ساله. همراه بیبیم به مسجد سلطان احمد رفته بودیم. همان وقت در خانه بیبیم مانده بودم. بیبیم نماز میخوندند. به مسجد در آمدیم. هیچگاه از خاطرم نمی براید. همان پایافزال های گلابی داشتم. عقل کودکی ده. با پایافزالم به مسجد در آمده بودم. بیبیم اهمیت ندادند. بیبیم آنجا نماز میخوندند و من گرد و اطراف را تماشا میکردم. همان وقت یک زنی جوانی به نزدم آمد و تبسم کنان به من پایافزالهایت اینقدر زیبا گفت و از سمکش یک قند برآورده داد. و همان قندهای مولانای قونیه هست که خیالم مثل همان بود. مزه همان قند هیچگاه از خاطرم نمی براید. بعد از رخسارم بوسه کردم. به نماز استاد و زیبا میخواند. خواندنش را تماشا کرده. همون چیز از خاطرم نمی رود. اون منظره. بیبیم نمازشون را خواندند. وقتی که با پایافزال به مسجد در آمدنم را پی بردند بسیار شرم داشته بودند. من همانا از پس خانم تماشا میکردم. تو را به همون خانم مانند میکنم. از چی باشده؟ پول قهوه را خودم میدهم. از روی آداب نیست. میخواستم شما رو یگون وقت به قهوه نوشی دعوت کنم. استاد هستم. پولش را خودم میدهم. من به این حق پرستی شما حیرانم. خیر تا بازدید. خیر تا بازدید. تمام. آی سمکم را دزدیدن. خدا جان نه من خوبم. دزدیدن سمکم را گیریم. نفقم بود در سمکم. جویی میرفتگیتون دور باشد. پول داره میتوانم. در کجا زندگی میکنید؟ خاله جان من به شما یاری میدهم. خواهید من شما رو برم و شما یک بلد آب گیرم. تشکر دخترم. آب نشید رفتیم. در آن عقیده می باشم که یک اصطلاح بیولوژی انتخاب طبیعی را با اصطلاح جامعه شناسی عوض کرده می توانیم. انتخاب طبیعی مکانیزمی است که در آن ارگانیسم و فردهای با محیط اطراف خوبتر مطابق شوند نسبت به دیگر ارگانیسم و فردها امکانیت بیشتر دارند. خدا از تو راضی باشد بچم. هوا تاریک شد. خانه تو نزدیک است. چه خیل می روی؟ هیچ گپ نی خاله جان. خانم نزدیک است. با اتوبوس می روم. خوب بچم. احتیاط شو. بین اطراف پر از راهزن است. خوب بمانید. در جامعه شناسی شخصیت ها گرفتار انتخاب طبیعی هستند. بعضی آدمان امکانیت بیشتر دارند. نظریه من انتخاب شوی این شخصیت های با اقبال را از طرف یک ساخت با شعور درست می شمارم. خیلی که طبیعت انتخاب می کند بعضی ساخت های با شعور نیست.
حالا در دانشگاه ها اگر چنین یک سیستم انتخابی را از جهت حقوق و آزادی خطا شمارند هم به فکرم درستش جامعه نیز برای طبیعت حتما لازم است. لبه سلام یابان، چطور هستی؟ اوه سلام، چطور هستی؟ بگو به نزدم بیا. همون مسئله رکتور رو دیده برایم. گپ های دیگر هم هست و منصب پیش بری میکنیم. ای عجایب. مایلش اینطور باشد پگاه به نزدت میایم. خیر تا بازدید. بای بای. ای اوف. اما سری با عقل همیشه یکون راهی رو میابد. از همین جا میانه بر کنیم. منصب حیاتم زندگیم من نباید حبس شوم. نمیتوانم. نمیتوانم. به هر حال یگان کس میابد به دکتر میبرد. به همینم با چنین آدمان یارم داده بسیار میبراید. آیستا احتیاط کنید. حالش چگونه است؟ صدمه نقلیاتی، زخمدار، بیهوش است. داخلی ماشین بوده است یا بیرون از آن؟ بیرون از ماشین. شخصیتش معلوم است؟ در سمکش همیان بود. نامش بشرا، نبضش خیلی سست. بشرا مرا میشنوی؟ بشرا فرصت کم است، او را زود به حجره جراحی برید. رفیق سردار، یک صدمه نقلیاتی رخ داده است. خیر. یک نفر سخت زخمی شده است. شخصی زدگی باشد، گریخته است. فهمم، مشغول شو. آچش دعا کنیم خدا شفا دهد. لبای پدر، در بیمارستانم. دوگانه‌ام به صدمه افتاده است. من خبر میدیم. خیر. سلام، من ایدیل، دوگانه بشرا. ایدیل، بشرا همیشه در باره تو نقل میکرد. خواطر نشوی، صحت میشود. حس میکند زیرا آدم خوب است. تو کبرویی؟ ها، از کجا فهمیدید؟ نخود ندانم. اپا در بارت خیلی نقل کرده بود. اما گشهای من سرخ نشدن. اینجا بیا. مرحمت سردار.
یعنی صدمه در همین نقطه رخ داده است. بله سردار، عیناً در همینجا. شاهد است؟ نه سردار. در این نزدیکی ها کامیرا است؟ در چهارراه یک تا است، اما اینجا رو میدیده باشد نمیدانم. شاید کامیرای بی خطری انا همان ساختار نشانی به کار آید. سلام کمیسری کلان. سلام. جنایتی صدموی؟ جنایتکار نیست. زده گریخته است بی ناموس. جبر دیده کیست؟ بیمار رو از نظر گذرانیدیم. زخمی کوسه خانه سر دارد. باید جراحی شود. صحت می شود دکتر خانم؟ بیمار دخترتون می شود. بشرا. افسوس هنگامی صدمه کوسه خانه سرش آسیب دیده است. این بعضاً تبابت شونده است، لیکن حاضر به شما هیچ چیز گفته نمی توانم چون که همش بعد از جراحی معلوم می شود. بدتر به شما می گویم. خدا جان یاریده التماس. بیاین اینجا بشینید. خواطر نشدید. من خبرنگارم چون این واقعه ها را بسیار دیدم. دخترتون انشاءالله شفا می یابد. کمی درباره این با من نقل کنید. انا جگر بندم فرشتم. شیرم تمام شده است. نازا رفیق کمیسر شیر برای کودک. برای کودک من. کنی بیدار شو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ شین من که به تو رخصت داده بودم. چرا آمدی؟ من محترم سردار در خانه ششته نتوانستم. فهمیدم کار را دوست میداره لیکن در جای کار میخوابی. آخر اجازت دادم رو در نزد زن و فرزندت باش. کنی رو چشمان تو را نبیند. دم گیرو بعد هوشیار به کارهای. فهمیدی؟ خوب شده است محترم سردار. کنی رفتیم من تو را میبرم. در آمدی گپ تو ماشین رو چیکار کردی؟ ماشین؟ ماشین را فروختم رفیق سردار. چرا؟ کمی قرض داشتم. بعداً تولید نوزاد بعضی خراجاتی را تقاضا دارد.
چند روز شد؟ 2 روز. دیروز باید میدیدیم نشد. شاید امروز میبینیم. تو کی میروی؟ از خونه رفته یگون چیز گرفتنم لازم. خواهی امروز یک جای میرویم. از خانه کی برمیگردی؟ با فکرم ساعت 3 همینجا میشوم. میلش نباشد. رس و ساعت 3 در همونجا وام میخوریم. جانم، دخترم، لیلی جان، جانم. ای جانشی. چی شد پدر؟ لیلی بیمار است. پیش از این هم بیمار شده بود. خواطر نشوید، صحت می شود. به دکتری حیوانات بردن لازم. پدر، میدونید شما رو هیچ نمیفهمم. رفتاری در دانشگاه داشتهتون از رفتاری حاضرتون مثل که فرق میکند. در اینجا سگم کسل شده از گفته پدری دارم که اشک چشم میریزد، اما در دانشگاه باشد بی‌رحم، انتظام پرست، به یک سگ نه، به انسان رحم نمیکند. میگم که به دکتری حیوانات برم. البته برید. جراحتش جدی است. هوشش در جایش، اما اعضای بدنش فلج. تنها با چشمانش میجه زده میتواند. ما رو شنیده میتواند. بله میشنود. اکنون چه خیلی میشود؟ بین تانسال برادران فرانسوی را میانه راه نمودم. تو را به اکادمی علم های فرانسه میگیرند. برای پیشرفت منصبت این عالی جناب میشود. بعد چیز گوی در مقابلشان دیوار بر این منصبت بیستد. تو سخنهای مرا گوش کرده ایستاده ای؟ بله. ای بچه، بعد از من تو رکتر بشوی. میفهمی؟ نخود این تو رو به هیجان نآورد. تو رکتر شدن نمیخواهی مگر؟ میدانم که چلی، تشکر. کمی سرم گرنگ است. یگان واقعه رخ داد؟ نه. مرحمت کنید. خواهش میکنم. البته هرگاه خواستید. به تشویش. سلامت باشید. به چشم. کی زنگ زد که اینقدر ترسیدی؟ زوجم. زنت تمام خندم نامده بود. ای بچه، اینطور باشد تمامی عمرت با ترسول از بگذشته از کن. مرحمت استاد. بشرا، سلام بشرا. خیریت به خود آمدی. لازم نی. امتحانت را تفتیش کردم. شاید جوابش را دانستم میخواهی. از روی 199 بال گرفتی. این عقیده شخصی من است. شاید دیگران عقیده دیگر داشته باشند. عقیده شخصی داشتن مهم است. تو مرا میفهمی؟ بشرا، تو دانشجوی بهترینی من میباشی. این را میخواهم دانی. از یک کامیری
بخاطر نزدیکی جای صدمه که بودن شخصیت را و یا رقم ماشین را انیق کردن ناممکن است. اما جنایت را انیق میکردگی نوار هست. آدم را آشکارا زده گرفته است میخواد؟ عیناً رفیق سردار. از جیب داشتنش میبرد که ثروت و منصبش خوب است. همین خیلی مینماید. در جای واقع یگان دلیل هست؟ بغیر از اشیای به اطراف پنج شده جبر دیده چیزی یافت نشد. با پروکراتور دادیم، آنها با اویلش سپردگیستند و یگان چیزی دلیل شونده با نخوردیم. تنها در سمکه جبر دیده کمی رنگ ماشین سیاه و شیشه پاره ها بودند. احتمال تأثیری صدمه باشد. جبر دیده کیست؟ خبر آنو؟ آنو بکار. این رازی را یافتن آموزم. حتما. دانسال؟ خوب هستی؟ خوبم. به نزدیکی در مطبوعات اعلان میکنیم. خود رو به ترتیب بار. الو ایدیل؟ به درس نامدی؟ در کجایی؟ در دکتر؟ دخترم چرا میگیری؟ آرام شو. در بیمارخانه؟ همدردیم را قبول کنید. من سردار قسم تقویت نجیب یلمز. تشکر. دخترتان چخیل است؟ جنایتکار را جسته ساده‌ایم. خواطر نشوید. شخص جنایتکار با پیش عدالت خواهد برآمد. ببینید چشمانش را کشود. بشرا ما را میشنوی؟ بشرا شخصی از همه خوبی است که من در حیاتم دیدم. یگان بار شکایت کنیش را نشنیدم. حتی وقتی که او را از دانشگاه برکنار کردند او شکایت نکرد. تنها وظیفه خودش را اجرا میکرد و خلاص. بشرا ببین اینها پلیس های وظیفه دار این واقعه می باشند. شخصی به تو این را روا دیده رو می یابند. تو او را دیده ای؟ دیده است. ما را می شنود؟ بله. با چشمانش جواب داده می تواند. یک بار می زند ها، دو بارش نه. بشرا من عجیب سردار پلیس ما را حتما می یابیم انشالله. اگر راننده را بار دیگر ببینی می شناسی. این خوب است. اما راننده با که مانند بودنش را چه خیل معاین کنیم؟ چه خیل؟ خوب یک تا میپرسم. تو را میشناسی؟ خدایا. بشرا از نوارهای کامرای به خطری حالت صدمه را از دور دیده توانستیم، لیکن به اندازه جنایتکار را انیق نشان میدادگی در دست نوارها نداریم. تنها مرد بودنش را ما تخمین میکنیم. اون شخص شاید از رفیقانت است یا شناسایت یا یگان کسی دیگر. سوال ها را باید با اون ترجیح دهیم که جوابش ها یا نه باشد. از شناسای رفیقانت بود؟ نه. خیر از شناسای اطرافیانت است؟ در اطرافت کیا است بغیر از رفیقانت؟ اویله، محله؟ دانشگاه؟ از دانشگاه نیست؟ زیرا از شناسای رفیقانش نیست گفت. در دانشگاه رفیقانش نیستند، لیکن استادان هستند، کارگران هستند. به قهوه خانه های گرد و اطراف می رفتگی ها هستند. ایدیل خانم پدرتان آمدند و شما رو انتظار هستند در بیرون. با اجازت شما. اینجا چیکار میکنی دخترم؟ دوگانه هم گفته بودم کو. حتی طلبه شماست.
هرچند که رو هیچ ندیدید اما چخیل ندیدم. دختری روی مالدار با درس ها یگون بار در آمده نتوانست. اصلا شما نیز می در آمدید شاید دلبرداری شود. نه من ندارم. پدر بوشرا به این هم تماما فلج شده است. حتی گپ زده نمی تواند. زیارت شما بر این یک استاد به او روح بلندی می آورد. فلج شده است؟ بیایید. دروید. بوشرا جان ببین کی آمد. همدردم. تشکر. پدرم و هم استادم بوشرا نیز از او درس می آموزد. همدردیم را قبول کنید. درس دارم. تشکر به شما، زحمت کشیدید. چه زحمت؟ دخترم نمی آید؟ نه من اینجا می مانم. فرمایلش. تا دیدن. بوشرا، سوال آخرین چی بود؟ راننده از شناسای دانشگاهیت بود. اکا جان بوشرا بسیار خسته شده است. حالا لطفاً حجره را خالی کنید. کمی استراحت کردنش لازم. شما نیز صوفیا خانم مرحمت. با من کمی اجازت میدهید؟ مایلش تنها یک چند دقیقه. تشکر. بار دیگر همدردیم رو قبول کنید. خدا شفا دهد. شفای کامل میخواهم. شما هم نخورید. ما در جستجویم. شخص این حادثه به دخترتان روا دیده رو میابیم انشالله. این کارت من. اگر یگان چیز شود به من زنگ زنید. رفیق سردار بفرمایید. بعد صدمه پلیس ها سمکه دخترم را آوردن. در پروکراتور تفتیش کردن. هنگامی صدمه به هر طرف پشت خورده است. لیکن یک چیز را نفهمیدم. دخترم درس هایش را از رفیقانش با آواز ثبت کنک ثبت کرده همون خیلی تیار میکرد. این را دوگانش ایدیل همون روز به او هدیه نموده است که از کیسه اش یافتند. لیکن یک چیز را نمیفهمم. عیناً مثل همین در سمکش یک تای دیگر هست. او اینش از کجا پیدا شد؟ پدر جون برای تو گرفتم. آدمی زود اندیشه هایت رو در خود ثبت میکنی. تشکر. ببینید پدر انا این خیل با کیسه کورته چسبانده میتوانید. میکروفونش در بالویش با آسانی آواز رو ثبت میکنید. بوشرا و سوال آخرین جواب ده. راننده از شناسای دانشگاهیت بود. اگر اجازه دید سمکه بوشرا را گیریم. خوب؟ البته. شاید پای انگشتان یگان چیزی به همین مانند یافته توانیم. سلامت باشید. چند بار گوش کردیم؟ 5. تو نیز مانند من فکر کرده استاده. تجهیزات دیجیتالی است. وقتی به قیدگیری نیست معلوم. 17:23. کامرای بی خطری نیست همان ساعت بوده میتونی؟ بله سردار. و شعبه تکنیکی سپار. مقایسه آواز و دیگر کارهای تکنیکی را زود دیده برایم. بعد این تجهیزات را به من بردارم. با یک کاری دارم.
بیا. بیا دخترم. پدر. بس دخترم، زیر نشو. حادثه به سر دوگانت آمده بسیار علم آور است. پدر، آواز ثبت کنه که برایتان گرفتم کجاست؟ آواز ثبت کنه که برایتان هدیه نمودم. چی میدونم دخترم، همین جاست. کارم زیاد است، باور کن. آن رو دیدن میخواهم. دختر جانک من، برای هدیه تشکر، اما من یک آدمی خاطر پریشانم. همیشه یک اون چیز رو گم میکنم و بعد میابم. از کجا دانم که حاضر وی را در کجا ماندم؟ به همین هم سرم گرنگ است. حاضر وی با تو چی در کار؟ پدر، اگر ایدیل خانم؟ نامتان ایدیل بود؟ بله. چی شد؟ چرا گیره میکنین؟ یا با بشره یکان چیزی شد؟ نه، هیچ گپ نه. یگان جای آرامانه با شما صحبت میکردگی است؟ معنای بشره را فهمیدم. مژده بوده است. تو نیز برایمان مژده میشوی. همین فعل نه بشره. بشره، فهمیدم تو مژده منی. میفهمی مرا؟ به خود آمد. تبسم کرد. زیجان خانم، این آوازی پدرم است. هر دو تجهیزات رو مقایسه کردیم. در یک تاش درس‌های میخواندگیتان است، در دیگرش پدرم بسیار خاطر پریشان. در آنجا فراموش کردگی است. چی شده باشد؟ لبای چی شد؟ ایدیل چی شد؟ بوشته مرده است. دوره رکتوریم را که با خوبی گذرانیدم، باوری دارم به نزدیکی به آخر میرسد. برای این وظیفه البته انتخابات گذرانیده می شود. نامزد پیشنهاد کرده من نه تنها در مملکتم بلکه در دنیا نیز عالمی شناخته، حتی اعضای اکادمی بین الخلقی آلمان و فرانسه بر یک تشکیلاتی مهم می باشد. انسان است که تفکری زمانوی داشته، عالمی حقیقی و نمونوی است که اثرهای علمی از بارها به چاپ رسیدند. او را همه‌تان میشناسید. پروفسور دکتر تانسال کارمن. تشکر. و دوست عزیزم عالمی صاحب تفکر زمانوی رکترمان پروفسور دکتر یمن کرچالیمی نداری بیان میکنم. میدونید که این از شماست محترم کارمن؟
نامزدی برای اکتر. محترم کرمن، و شما سوال دادم. این از شماست؟ آخر این با این مسئله چی دخل دارد؟ این از شماست؟ تکرار میکنم این از شماست؟ آواز. آخر برای چی؟ شما را با دلیل جنایت صادر کردن دستگیر میکنم محترم تنسل کرمن. رفیقم حقوقتان را خوانده میدهد. خیالم نامزدی بر اختیاری را کمی دیرتر میگیرید. چخیل جنایت؟ کدام جنایت؟ آخر چه ها میگید؟ چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ و شما خطا میکنید. کارهای افلاس پنهان نمیماند جنابی من. بعد از این را فراموش نکنید. شما را در حالت دیگر من دستگیر میکنم. و فکرم خودتان این را میفهمید. برای دستگیر شدن شما نمیگیریم. برای آن میگیریم که دوگانه هم مرده است. بشرا مرده است. پسر جانم، تماشای باغ با تو پسند است؟ نجیب سردارت بسیار آدمی میفهمیدگی بوده است. درست هم باشد تو را جواب دادنش خوب شد. تو این را با من میگویی؟ لیکن کودکبانی از پلیس بودن مشکل تر است. در نهایت به دکتر رفته توانستیم. بیا غذای دکتر فرموده را گیریم. گفته که بر این غذا را از کجا میگیریم؟ از همین جا، از یکون داروخانه میگیریم. خیر تو رفته گیر. نازان جان، من با فاطمه هم کمی المونجک زنم. چی خیل المونج زنی گیر؟ هنوز چیله کودک نبرآمده است. خدا نکرده در این برف و بارون کودک را شمال زند. چی؟ جانکم، من که من با پسرکم کمی بازی کنم از برای خدا. آخر پس از فردا باز به کار میبرایم. دیگر وقتی بازی نمیشود. 5 دقیقه با پسرکم المونجک بازی کنم. تو رو غذا را گیر. ما تو رو انتظار میشویم. مایلش. پسر جانکم اصلکی دادیش، اصلکی من. پسر جانکم کلان شود، پسر جانم کلان شود، سردار پولیسان شود. پسر جانم کلان شود، سردار پولیسان شود، سردار پولیسان شود. ایستا! ایست! 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 ایستان! ایست گفتم! نازان! 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 نازان جان! نازان جان! نازان! 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 خاطر نشم. بهترش گرفتن شیر کودک رو فراموش نکن. مدد کنید! یاری تجلی! آمیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان ها دولت عبیدالله و غیور اشور، کارگردان آواز و تنظیمگر فرخ عبدالرحمن، ترجمان ها نسیم جان تومن و اکمل ایسان، محرر غیور اشور، پرودیوسر کامل جان سفر. بنفشا آواز دادن فیروز آمد، نسای محمد جان، عاطف قادر، ملاحت عبدالله، محمدی میرزا علی، دولت عبیدالله، ملاحت کمال، زهرای حیدر، ناصر حسن، مستوره آرتل، موجوده رجب، شهرت رحمت الله، علیشیر آدینه،
مهرانگیز و فرقانه. پایان قسم پنجم.